حالا در دهات الحمدلله این باعث افتخار است. دهها از دهها به من پیامک روان کردن که حضرت در همین موضوع عبودکاری و دست جمعانه انجام دادن کارهای خیر یک پیامکی برای اهل و دهه ما تا اینکه باز هم فعالتر باشند. حالا در دهه جای زندگی میکنید، اگر وظیفه و منصبی ندارید، در همون کارهای خیر سر بر وقت خیستید، بگید که انشالله من همین روز میرم، همین روز من میروم در چند کاری خیر، در همین کارهای خیر جمعیتی فعالانه کار میکنم. باور کنید پروردگار هم رزقت رو هم میدهد، هم آبرویت میدهد. برای این پیامبر علیه السلام میگه وقتی کاری رو کردید با تمام توانت انجام بده تا اینکه پروردگار با تمام اجرش برایت بدهد. وقتی که انسان هر چیزی که هر قابلیت فعالیت ذهنی یا که حسی یا دستی که هنر دارد انجام میدهد با کمال توانش، پس پروردگار اون رو قدر میکند و برای اون همون بزرگترین اجر رو میدهد، بلندترین اجر رو میدهد. حتی ببینید میگوید که پیامبر علیه السلام میگن که وقتی که شما جنت میخواهید جنت الفردوس رو بخواهید. جنت الفردوس بلندترین مقام در جنت است، فردوس. اون رو بخواهید، برای اون تلاش کنید. اگر اون سزاوار شدید الحمدلله، نوری علی نور. اگر اون هم که سزاوار نشدید، پایانتر هم که باشد از فردوس هم که پایانتر باشد، جنت است، در راحت هستید، عذاب نمیبینید، رنج نمیکشید. برای همین باید که مسلمان صادق باشد. مسلمان